سال 1943 برلین، آلمان تو اوج قدرته. کل اروپا رو با آتش کشیدن. تو این وسط، تو این جنگ، یه مرد بدون هیچ قدرتی، بدون هیچ ارتشی، بدون هیچ اسلحه‌ای، از پشت یک میز چوبی ساده تصمیم به تغییر میگیره. تصمیم به تغییر سرنوشت جنگ میگیره. این فرد کارمند وزارتخونه آلمان بود. شغلش این بود که یه سری مدارک و اسنادی که محرمانه و فوق محرمانه بودن از زیر دستش رد میشد و اینا رو ثبت میکرد. نامه ها و اسنادی که همگی اسم و امضای هیتلر روشون ثبت شده بود. فریتز کولبه اسمش این بود. اون میگم یه کارمند خیلی ساده بود. فریتز هر روز که این مدارک رو چک میکرد یه سوال از خودش میپرسید که کاری که دارم میکنم درسته؟ داشت شراکت میکرد توی کشتار دست جمعی. گذشت. یک روز فریتز تصمیم گرفت که این تاریخ رو عوض کنه، این داستان رو عوض کنه. اومد از یه سری مدارک و یه سری از اسناد کپی برداری کرد. فریتز میدونست که اگر مرتکب اشتباهی بشه، مرتکب خطایی بشه یا لو بره، بدون هیچ دادگاهی و بدون هیچ پرسجویی اعدام میشه. یه سری مدارک رو کپی برداری کرد و تصمیم گرفت که اینا رو متفقین تحویل بده. وقتی که میره پیششون و باشون صحبت میکنه حرفشو قبول نمیکنن و حتی اصلا اجازه ورود بهش نمیدن، چون فکر میکنن که قصدشون اینه که اونا رو گمراه کنه. فریتز ناامید نمیشه. حدود 1 سال بعدش مأموریت پیدا میکنه که به کشور سوئیس بره، کشوری بی‌طرف. اون این موقعیت رو غنیمت میشماره. یه سری مدارک رو با خودش مخفیانه میبره و اونجا با آلن دالز، رئیس اون سفارتخونه، حالا مأمور میشه گفت مأمور CIA آمریکا بود که تو اون سفارتخونه بود، و مدارک رو اون تحویل میده. وقتی که مدارک رو میبینه مبهوت میشه. اون مدارک خیلی از اسناد جنگی، خیلی از نقشه ها، خیلی از مکان هایی که قصد حمله داشتن و تعبیر متفقین داده بود. این کلید و آغاز روند ضعیف شدن نازی‌ها بود. بزرگترین جنگ تانکی تاریخ علیه متفقین داشت آماده می شدن که هیتلر انجام بده، ولی نقشه به دست متفقین رسید و آمادگی کامل داشتن و اون میشه بزرگترین شکست تانکی تاریخ و همین روند آغازگر و اصلی تضعیف هیتلر بود. گذشت و عوض شد و اون سرنوشت تاریخ، همه چیز تغییر کرد و جنگ به پایان رسید. جنگ جهانی که اگر شاید فریتز این کار رو انجام نمیداد خیلی بیشتر ادامه پیدا میکرد، خیلی کشتارهای بیشتری داشت. گذشت و وقتی که اون حکومت و اون چیز آلمان تغییر کرد، حتی اجازه ندادن به فریتز که برگرده به سر کار قبلی خودش و تا آخر عمرش فقیر موند و مرد. یه چیز جالب اینجاست که توی آلمان به فریتز لقب خائن داده بودن، ولی میشه گفت خیانتی بود که کل جهان رو نجات داد و از یک کشتار خیلی بزرگتر و عظیمتر جلوگیری کرد. حالا نکته اینجاست که میشه گفت فریتز بدون هیچ پاداشی، بدون هیچ مدالی این کار رو انجام داد و میشه گفت واسه ما و خیلی از کشورهای دیگه یه قهرمان واقعی بود. با اینکه تو کشور خودش همه طردش کردن و هیچ محبتی از هیچ کس از کل کشور خودش ندید، اما میشه گفت بعضی چیزای کوچیک از یه فاجعه بزرگ جلوگیری میکنن. گاهی تاریخ رو ژنرال ها نمی‌نویسن. کارمند ساده‌ای می‌نویسه که قدرت گفتن نداره. این بود داستان واقعی فریتز کولبه، فردی که از درون قلب نازی‌ها هیتلر رو شکست.